وقتی مردی سرد میشه و فاصله میگیره بهترین واکنش چیه؟ فاصله بگیری، بدتر میشه، بی‌محلی کنی، اعصابش بیشتر خورد میکنی، ازش هم بپرسی بیشتر فرار میکنه، چون مثل مامانش میشی. کاری که میکنی اینه که انقدر هیجان به داستان خودت و زندگی خودت میدی و خوشحال و برنامه خودت زنده هدف یه جوری تمرکز میبری رو خودت و آدم شادی میشی که اون با خودش بگه شت، این داره چیکار میکنه، چقدر خوشحاله، واسه خوش برنامه داره میریزه، داره تفریحش هم میکنه، حالش هم خوبه، برم ببینم تو دنیاش چه خبره. متوجه شدی چی دارم میگم؟ اگه یک آدمی احساس خفگی داره میکنه و تو پیگیر حالش بشی بیشتر اون احساس خفگی میکنه. باید فضا بدی، اینجوری کنجکاویش برانگیخته میشه که شت، این چقدر بدون منم هپیه، نیاز به توجه من نداره، نیاز به حضور من نداره و کنجکاو میشه و احساس میکنه تو رو از دست داره میده. اگه بخواد اینجوری پیش بره، اگه خودش بخواد فاصله بگیره و این اداها رو بخواد، سعی میکنه دوباره خوب برگرده به اون سیستم قبلیش، چون تو داری نشون میدی که ببین من اصلا کسی نیستم که بخوام تو رو کنترل بکنم، من هر چقدر فضا بخوای بهت میدم. پیش من احساس خفگی نمی‌کنی، چون به محض اینکه تو فاصله بگیری من انقدر توجه و تمرکزم برمیگره رو خودم و اون انرژی خوبو دارم، حالم با خودم خوبه که تو باید نگران باشی. این خودش یه تسته توی رابطه، حواستون باشه. اینجا وقتی شما میاید این کارو میکنید داری بهش نشون میدی که چه شخصیت قوی هستی، چه مدل دختری هستی.